سلام، طاهری سفر هستم و با اخبار امروز چهارشنبه 20 می همراه شما. مقامات انتظامی میگویند چندین شهروند تاجیکستان در چین برای قاچاق مواد مخدر جزا گرفتند و از جمله 4 نفرشان به قتل محکوم شدند. در این باره یوسف رحمانوف دادستان کلی تاجیکستان روز 20 می هنگام سخنرانی در مجلس نمایندگان خبر داد و گفت که تصویب سازشنامه درباره بازپس گردانیدن زندانیان کمک میکند شهروندان تاجیک برای ادامه جزا به وطن برگردانده شوند. یوسف رحمانوف بار اول آمار تعداد زندانیان تاجیک در چین را اعلام کرد. این زمان در جمهوری خلقی خیتای 16 شهروند جمهوری تاجیکستان، 9 مرد و 7 زن ادای جزا نموده ایستادند. همه آنها با گناه دست داشتن به معاملات غیرقانونی مواد نشأه‌دار محکوم شدند. از شماره عمومی محکوم شدگان 4 نفر به جزای قتل، از جمله 3 زن و 1 مرد، 5 نفر به جزای 1 عمر محروم ساختن از آزادی از جمله 2 زن و 3 مرد و باقی مانده به مهلت‌های گوناگون محروم ساختن از آزادی محکوم گردیدند. یوسف رحمانوف که قبل از تصویب سازشنامه تبادل زندانیان میان تاجیکستان و چین صحبت میکرد، افزود در تاجیکستان 3 شهروندی چین را برای جنایت‌های گوناگون به زندان محکوم کردند. سازشنامه میان تاجیکستان و چین درباره بازپس گردانیدن محکوم شدگان هنگام سفر شی جین پینگ رئیس جمهور چین به دوشنبه روز 13 سپتامبر سال 2014 به امضا رسید. رمضان رحیم‌زاده وزیر امور داخلی تاجیکستان گفت مقامات به زودی جمع آوردن صدها تفنگ و دیگر اسلحه پنوماتیکی را از دست اهالی شروع می‌کنند. رمضان رحیم‌زاده روز 20 می بعد قبول قانون درباره سلاح در مجلس نمایندگان و خبرنگاران گفت در دست مردم در تاجیکستان تقریباً 320 تفنگچه و دیگر نوع‌های اسلحه پنوماتیکی هست و در صورت برگردانیدن پول سلاح را به صاحبش می‌دهند. استفاده این گونه سلاح در چند ماجرا در ماه‌های اخیر سبب شده است که مقامات تاجیکستان استفاده اسلحه پنوماتیکی در کشور را ممنوع کنند. تأمین امنیت و محافظت و پاسبانی مرزی تاجیکستان با افغانستان در نشست دبیران شورای امنیت ملی کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دست جمعی در خوجند بررسی شد. نمایندگان 6 کشور عضو و روز 20 می زیر رهبری عبدالرحیم قهاروف دبیر شورای امنیت ملی تاجیکستان درباره این مسائل در شهر خوجند مرکز ولایت سوخت گفتگو کردند. ما امروز در عمل امکان انتقال نیروها با تمام اسلحه و از جمله زره‌پوش و توپخانه و مسلسل و غیره را در دوام 48 ساعت اجرا کردیم. 24 ساعت و حتی کمتر از آن برای آماده باشی کامل و 2 شبانه روز برای انتقال نیروها از ارمنستان و بلاروس و روسیه و قزاقستان و قرقیزستان. در این نشست گفته شد که تهدیدهای امنیتی به آسیای مرکزی بیشتر شده است و باید اجازه ندهند تا که گروه‌های تندرو و تروریستی که در افغانستان فعال شدند به منطقه راه یابند و وضع را نارام کنند. روز پیشتر از این در ناحیه قبادیان مشق‌های نظامی کشورهای عضو با جلب 2000 سرباز و تانک و توپ برگزار شد. با سازمان پیمان امنیتی دست جمعی تاجیکستان و روسیه، ارمنستان و جمهوری بلاروس و قزاقستان و قرقیزستان شاملند و عهد دادند در صورت تهدیدهای امنیتی به یکدیگر کمک می‌کنند. وزیر معارف تاجیکستان میگوید قصد دارند ساختار لتسیҳои ترکی در کشور را تغییر دهند. نوردین سعیدوف روز 20 می به رادیو آزادی گفت سندها درباره تغییر دادن این لتسی‌ها آماده می‌شوند و ممکن است آنها از ماه سپتامبر با نام‌های دیگری در تاجیکستان فعالیت کنند. شهروندان جمهوری برادر جمهوری ترکیه که در اینجا از فن‌های طبیعت شناسی، از متماتیک، فیزیک، شیمیا، بیولوژیا، از انفرماتیکا تعلیم و تدریس می‌گویند، ما نیت داریم که با ایشان قرارداد کنیم از قوه آنها استفاده بریم. از این پیشتر گزارش شد که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه از رهبران چند کشور از جمله تاجیکستان خواسته است فعالیت مکتب‌های ترکی را قطع نمایند. این مؤسسه‌های تعلیمی به فتح‌الله گولین، یک روحانی معتبر ترک و مخالف دولت ترکیه تعلق دارند. در تاجیکستان این لیسی‌های ترکی با سطح بلند تعلیم و تدریس معروف شدند. گروه از هواداران لویق شرالی روز 20 می یاد این ادیب شناخته در تاجیکستان را گرامی داشتند.
لویق شرالی امسال 74 ساله میشد. هوادارانش در سری آرامگاه لایق در لوچاب جمع آمدند و خاطره‌های خود را از زندگی و صحبت با شاعری چیردست تاجیک گفتند و ترانه‌هایش را سرودند. لویق شرالی 30 ایونی سال 2000 در سن 59 سالگی بر اثر سکته مغزی درگذشت، ولی به گفته مناقدان و دوستانش ادیب شهیر را درد ملت تاجیک کشت. و گزارش مفصل در این باره در وبسایت رادیو آزادی، در صفحه های ما در فیسبوک، توییتر و یوتیوب و هم زمینه مخصوص رادیو آزادی برای تلفن های همراه.